یه روز هارون اومد پیش حضرت موسی با نگرانی گفت همه گوسفندا مریض شدن، تشنه اند، دارن از شدت عطش میمیرن. ولی عجیبه، با اینکه درست کنار چشمه ان هر کاری میکنم لب به آب نمیزنن. موسی که تعجب کرده بود با هارون رفت کنار چشمه، دید گوسفندا از تشنگی دارن له له میزنن ولی لب به آب نمیزنن. موسی سر یکی از گوسفندا رو گرفت، پوزشو کرد تو آب، اما این حیوان دهانشو بست و یه قطره هم آب نخورد. حضرت موسی علیه السلام رو کرد به آسمان و گفت خدایا چه خبره امروز؟ این زبون بسته ها چرا آب نمیخورن؟ چی شده؟ یه لحظه همون گوسفند به اذن خدا زبون باز کرد و گفت ای موسی، قسم به خدا اگر ما رو بکشی هم امروز آب نمیخوریم. مگه نمیدونی امروز عاشوراست؟ در مثل چنین روزی خواهد آمد که فرزند پیغمبر خاتم حسین را با لب تشنه بین دو نهر آب سر از بدنش جدا میکنند. موسی اسم حسین رو شنید یه حالی شد، انگار غمای عالم به دلش نشست، اشکاش جاری شد، شروع کرد گریه کردن. تو همون حال جبرئیل نازل شد و گفت موسی خدا رو شکر کن، امروز بزرگترین نعمت بهت داده شد. موسی پرسید چه نعمتی؟ جبرئیل گفت نعمت بکا و گریه برای حسین ابن علی سلام الله علیه. تمام انبیا و اولیای الهی بر مظلومیت و شهادت ابی عبدالله گریسته اند که اگر توفیقی شد داستان هر یک را برای شما عزیزان و محبین اهل بیت علیهم السلام با سند و مدرک نقل خواهم کرد. هر آن کس که با قلبی پاک و نیتی خالص اشک بر مصائب سید الشهدا علیه السلام بریزد و در سوگ آن حضرت دل بسوزاند، اگر گوش جان خود را بگشاید در حقیقت ندای ملکوتی جبرئیل را خواهد شنید که او را بشارت می‌دهد به دریافت بزرگترین نعمت الهی، نعمتی که اولیاء خدا آن را برترین سرمایه آخرت دانسته‌اند و آن توفیق بکا و حزن در مصیبت خامس آل عباس. چنین بنده ای باید قدر این عطیه آسمانی را بداند، چرا که در روایات یک قطره اشک برای حسین علیه السلام مایه آمرزش گناهان و ورود به بهشت شمرده شده و مقامی است که فرشتگان بر آن غبطه می‌خورند.